انجام تشکلیابی خلق تاجیک و دولتداری آن از دوره‌های قدیم در سرزمین‌های ماوراءالنهر و خراسان قوم و قبیله‌های آریایی به مثال سغدیان، باختریان، تخاریان، خیانیان، خوارزمیان، فرغانیان عمر به سر می‌بردند. خلق تاجیک تدریجاً از همین خلق‌های ذکر شده تشکل یافته است. محل‌های ذکر شده زبان و لهجه مخصوصی خود را داشتند، ولی فرهنگ این محل‌ها به همدیگر علاقمندی زیچ داشتند. تشکل خلق تاجیک به دوره عصرهای میانه راست می آید. بعدها به این سرزمین پهناور ترک‌ها و هیتالیان آمدند. سرچشمه‌های تاریخی اثبات می نمایند که هیتالیان از گروه قوم‌های ایرانی اند. استاد عینی ذکر می نماید که تاجیکان کوچی و بادیه‌نشین نیستند. تاجیکان مردمان مقیمی آسیای میانه می باشند. مأخذهای تاریخی درک می دهند که در عصرهای 4 و 6 مردمان سوق، استرافشان و کش یعنی شهر سبز با زبان سغدی گپ می زدند و با خط سغدی می نوشتند. در عصرهای 7 و 8 این زبان و خط در چاچ، فرغانه و هفت رود افضلیت داشت. زبان فارسی دری باشد در شهرهای مرو و بلخ و دیگر شهرهای معموری و اقتصادی گسترش یافته بود. در عصرهای 7 و 8 زبان فارسی دری در قسمت‌های شمال و شرق ایران، شمال افغانستان، جنوب آسیای مرکزی پهن گشته بود. بعدها این زبان جای زبان‌های سغدی، باختری و خوارزمی را گرفت. در زمان حکمرانی طاهریان، صفاریان و سامانیان این زبان پرنفوذی منطقه می گردد. با آمدن عرب‌ها زبان و دین آنها در این سرزمین‌ها پهن گردید. باید گفت که اوج اعلای تشکلیابی خلق تاجیک و دوره حکمرانی سامانیان بزرگ راست می آید. زیرا این دوره گلگل شکوفایی خلق تاجیک در تاریخ بود.